به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه شومنصور با عریضه مرد 36 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که 14 مارس سال 2022 تخمینا ساعت 15:00 در کوچه زاکانی مرد 38 ساله ساکن شهر دوشنبه که پیش با ماده 244 و 374 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است، از احسیات افباشی به یگان اساس او را دشنام‌های قبیح گفته با کار به دست چپش یک مرتبه زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی به سلامتیش برداشته است. وابسته به این حالت تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه شومنصور با عریضه مرد 35 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که سال 2018 هنگام در شهر قزان و شهر اوفای فدراسیون روسیه قرار داشتنش مرد 36 ساله ساکن شهر دوشنبه با راه فریب به باوریش در آمده از او 10,725,000 روبل روسی لباسه و پایافزال‌های گوناگون را برای تجارت گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه برمیگرداند، اما تا حال برنگردانیده است. این چنین نام برده با مقصد ساختکاری حجت‌ها سال 2019 شناسنامه قلبکی بیومتری تحت رقم 402 596 963 را برای خود با نام و نسب دیگر شهروند به رسمیت درآورده با شناسنامه مذکور ماه نوامبر سال 2019 به شهر مسکو فدراسیون روسیه سفر نموده است. عین حال نسبت نام برده از طرف ریاست تفتیشات وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 و 340 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در شهر اسفره با عریضه مرد 32 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 13 مارس سال 2021 شخصان نامعلوم از داخل افت-ماشین شخصیش تمغه مرسدس بنز که در نزد دروازه خانه استقامتیش به نظارت می ایستاد یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ A51 که ارزشش 3200 سومونی را تشکیل میدهد دزدیده از جای حادثه غیب زدند. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجوی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 18 ساله ساکن همین شهر همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید به این حالت تفتیشات پیشکی ادامه دارد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 16 مارس بر اثر دو صدمه در ناحیه بلجوان و پنج در جنوب کشور 3 نفر از جمله 2 جوان 27 و 23 ساله و یک زن 49 ساله به هلاکت رسیدند. در بلجوان در راه دهه سر مزار ماشین تمغه اوز چپه شده باعث هلاکت 2 مسافر جوان شده است و اما در ناحیه 5 بر اثر برخورد ژگولی با اوپل یک زن مسافر ژگولی جان باخته است. 16 مارس سال 2022 تخمینا ساعت 11:20 راننده افت-ماشین تمغه اوز عبدالمومنوف لطف‌الله سال تولدش 1960 ساکن ناحیه بلجوان هنگام حرکت در راه بین دهه سر مزار امین نویه از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده در گردش بالای دهه مذکور از راه اساسی برآمده چپ شده است. در نتیجه مسافران داخل افت-ماشین حفیظ سوراب سال تولدش 1995 و شفای نمازعلی سال تولدش 1999 ساکنان نویه مذکور جراحت گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیدند. همچنین 16 مارس سال 2022 تخمینا ساعت 12:10 راننده افت-ماشین تمغه ژگولی رحیم علیف اعظم سال تولدش 1994 ساکن ناحیه 5 هنگام حرکت در حدود ناحیه مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به افت-ماشین تمغه اوپل استرا که تحت اداره راننده سیف‌الدین محمد سال تولدش 1993 ساکن امین نویه قرار داشت برخورد است. این چنین افت-ماشین تمغه اوپل استرا باشد به طرف چپ راه برآمده به قسم پیش افت-ماشین اوپل استرا تحت اداره راننده پیرو حکمت الله سال تولدش 1977 ساکن ناحیه مذکور برخورد است. در نتیجه مسافر افت-ماشین تمغه ژگولی توردی و گلبهار امانونا سال تولدش 1973 ساکن ناحیه 5 جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا خبر داده بود که در دوام روز 5 مارس در راههای جمهوری باز 2 صدمه مرگاور روی داده 4 کشته به جا گذاشت. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راههای این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده 1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند.